یه سوال از معلما دارم. این حجم از تکالیف و کاردستیایی که میدید واسه بچه است یا واسه مادر بچه است؟ این دومین کاردستیه که امروز دارم درست میکنم. انشا شده زنگ زدم خواهرم بنویسه واسم بفرسته. سوالایی هم که فرستاده تو گروه دادم شوهرم ببره پرینت بگیره بیاره. یعنی کل خاندان جمع شدن که این بچه ابتدایی رو بگذرون و دیپلم بگیره. این از وضع خونه زندگیمه. ساعتم 10:30 شب، من هنوز نهار نخوردم. خب چه کاریه؟ بگی پدر مادر خودشون بیان مدرسه ثبت نام کنن. به همین برکت خودم اولین نفر میام، از اول ابتدایی میشینم سر کلاس درس میخونم. قول میدم بچه خوبی هم باشم، درس خون. حداقل اینجوری استرس ندارم که بچم نمیشینه دفتر درسش تکالیفشو نمینویسه. من دیگه نمیکشم.